چندی پیش یه پستی تو اینستاگرام بود که شخصی داشت درس میداد که اگه بخوایم بگید که من پول همرام نیست، این عبارت I don't have any money with me یا I don't have money with me جمله اشتباه و غلطیه و باید بگم I don't have money on me یا I don't have any money on me. موضوع اینجاست که این آموزش اشتباهه به خاطر اینکه داره به دیگران جمله اول که یک جمله کاملا صحیح هست متا کاربرد خودشو داره اشتباه تلقی میکنه و این کار اصلا درست نیست، ولی اینکه خود من درس داده باشم به اشتباه. این تدریس اشتباهه. این جمله رو تو دل دیالوگ ها توی فیلم ها ببینیم. I don't have any money with me. I don't have any money with me. Nunca se animó a I don't have any money with me. I don't have any money with me. Nunca se animó a خب همونطور که ملاحظه کردید ما میتونستیم صدها فیلم دیگه بیاریم که این عبارت این جمله توش استفاده شده.